اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جای تدبر خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه با تلکه شروع میشه، با ذالکه شروع نمیشه. بنابراین جنت اگر که اون جنت باشه که بعد از مرگ به ما میرسه میگفت ذالک الجنه، ولی میفرماید تلک الجنه. خب این تلک الجنه چی؟ این جنتی که در آیات قبل گفتیم که اینو در واقع میدن در همین دنیا و مخفیه، میدن ولی کسی نمیبینه که جنت بهش داده شده است، ولی بعد از مرگش یهو بهش این جنت به چی میرسه؟ به ارث میرسه. اون روح اصلی اون باقی میمونه. ما روح بودیم، ما جسم نبودیم. که این جسده که مرده این تقیا بوده، یعنی اینکه کارهای خوب کرده، تقوایش پیش گرفته، پس بنابراین جنت بهش به ارث میرسه. اینقدر تقوا مهمه. الحمد لله رب العالمین